کارمندان شعبه مبارزه ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت یک حالت پرورش غیرقانونی رستنی کوکنور را در حدود ناحیه اسپیتامن آشکار نمودند. خیری عثمانوی 65 ساله در قطعه زمین نزد حولیگیش کوکنور کش نموده است که این عمل جنایتی از نظر میلیسیا پنهان نماند. در نتیجه سنجش اخباراتی اپراتیوی کارمندان شعبه مبارزه ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت آشکار نمودند که ساکن جماعت دهات تورسون اولجابایوی ناحیه اسپیتامن خیری عثمان و سال تولدش 1955 به کشت و کار و پرورش رستنی‌های نشه‌دار مشغول است. چنین عمل خلاف قانون‌های عمل کننده بوده سبب شد که نسبت کشاورز در اساس ماده 204 کودکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز کرده شود. این زنی روزگار دیده در گوشه‌های گوناگون زمین نزد حولیگی رستنی کوکنور پرورش نموده حاصل آن را هم خود استفاده می‌برد و هم احتیاجی دیگران را قانع می‌نمود. برای استفاده برای شخصی این رستنی را پرورش کردند. چند بیخ شنانیدن حساب نکردند. با نظر داشت خصوصیت طبابتیش به این کار اقدام نمودند. ضمن از نظرگذرانی قطعه داخلی حولی 34 بیخ کوکنوری در حالت نشونما و کارکرد اگراتکنیکی شده دریافت و ریشه‌کن گردید. همچنین 109 عدد سرک یا کورک خشک‌کننده کوکنور با وزن 76 گرم دریافت گردید که برای استفاده بری جمع‌آوری شدند. شهروند با مقصد به دست آوردن موادهای رستنی کوکنور که خیلی که معین شد که سرک‌های آن شکفته برای استفاده بردی آماده میباشد کاشته تشکیل کرده شده است. باید قید کرده می شود که کشتکاری چنین مواد کوکنور در حدود جمهوری تاجیکستان قطعاً منع می باشد و نسبت چنین کردار جوابداری جنایتی پیش بینی کرده شده است. در ادامه حرکت‌های تفتیشاتی و اپراتیوی باز 50 بیخ همین نمودگی‌های نشه‌دار پیشتر ریشه‌کن شده پیدا کرده شده است. دلیل آشکار گردیده به کوکنور پروری میل داشتن گمانبر شده را تصدیق می‌کند.